سلام دوستان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور بتونید توی اکسل نمودار عقربه‌ای یا نمودار گیج رو ایجاد کنید. همونطور که میدونید خیلی از ریپورت ها و داشبورد هایی که امروزه استفاده میشه یکی از نمودارهایی که خیلی درش جذاب هست و دیده میشه نمودار عقربه‌ای یا نمودار گیج هست. خب برای منظور من اومدم اینجا و در واقع اسکیل اندازه‌گیری رو 20-20 تقسیم کردم و در انتها هم 100% پیشرفت کار رو قرار دادم. حالا این اسکیل میتونه متفاوت بشه، بسته به نیازتون میتونید این رو کاستومایز کنید. توی این قسمت هم من پیشرفت پروژه رو به صورت پیش‌فرض قرار دادم 50% که حالا این بعداً میتونه تغییر کنه. و عدد 2 هم در واقع اندازه اون عقربه گیج هست و اینجا هم یک فرمول خیلی ساده هستش که حتما باید شما ایجاد کنید. فرمول این هستش که شما باید عدد 200 رو منهای جمع دوتا آیتم قبلی کنید. خب حالا من میام این بازه اندازه‌گیری رو انتخاب میکنم و از قسمت نمودارها نمودار دانت چارت رو انتخاب میکنم و تایتل چارت رو حذف میکنم و همونطور لجند رو و حالا رو خود نمودار کلیک راست میکنم و فرمت دیتا سری انتخاب میکنم و توی این قسمت گزینه اول رو عدد 270 براش تعریف میکنم. خب همونطور که میبینید نمودار ما چرخید. حالا من قسمت پایین نمودار رو انتخاب میکنم و از فرمت نو فیل رو انتخاب میکنم. حالا یک مقدار بهتر شد قیافه نمودار من. حالا هر کدوم از قسمت ها رو انتخاب میکنم که فقط اون قسمت انتخاب بشه و رنگش رو تغییر میدم. خب من میخوام رنگ رو از قرمز شروع کنم به سبز. قسمت اول قرمز و بعد حالا یک مقدار نارنجی پررنگ و بعد اینجا نارنجی کم رنگ تر و بعد زرد و در پایان سبز رو انتخاب میکنم. خب یک مقدار شکل ما بهتر شد. حالا میام مجددا کلیک راست میکنم روی نمودار و این بار گزینه سلکت دیتا رو انتخاب میکنم. سری اول من که همون نمودار دانت من هست، گزینه اد رو که بزنم سری ولیو رو انتخاب میکنم و این سه تا آیتمی که اینجا تعریف کردم رو انتخاب میکنم براش. خب و بعد میبندم. حالا روی این قسمت جدیدی که ایجاد شده کلیک راست میکنم رو شکلش و توی در واقع چنج چارت تایپ من کلیک میکنم و سری دوم که این عددهای جدید هست رو انتخاب میکنم و تغییر میدم به پای چارت و این گزینه رو هم انتخاب میکنم. مجددا رو خودش کلیک راست میکنم و فرمت دیتا سری انتخاب میکنم و دوباره اینجا عدد 270 رو براش تعریف میکنم. خب حالا فقط مونده که من این قسمت مورد نظر رو انتخاب کنم و نو فیل رو بزنم و همینطور این قسمت سبز رنگ رو. حالا میبینید که عقربه من اینجا مونده. حالا میتونم این عقربه رو مشکی کنم و از توی قسمت اینزرت شیپ یک دایره انتخاب میکنم و اینجا دایره رو قرار میدم و در نهایت تکست باکس هم اینجا انتخاب میکنم و رو خود تکست باکس قرار میگیرم. یک مقدار اینجا تریکی هست، اشکال نداره. من مجددا تکست باکس رو انتخاب میکنم و
رو خودش قرار میگیرم که کلش انتخاب بشه. اینجا توی قسمت فرمول بار مساوی میزنم و این پیشرفت پروژه رو براش تعریف میکنم و اینتر. خب حالا این رو وسط چین میکنم، سایزش رو بزرگ میکنم و بولد. تمام. حالا اینجا من میام درصد رو تغییر بدم، مثلا 35% یا مثلا 80%. خب به همین سادگی شما میتونید یک گیج پیشرفت پروژه رو ایجاد کنید. خب من این ویدیو رو توی کانال تلگرام قرار میدم برای اینکه بتونید اونجا دانلود کنید و همینطور در کانال یوتیوب قرار میدم برای اینکه بتونید ببینید. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید در کانال یوتیوب و همینطور عضو کانال تلگرام من بشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.